من خو میگم زندگی که در او چپه شدن و غلطیدن و بندی شدن و زدن نباشه او واقعا زندگی لذت نداره. همیشه یکسان زندگی برای فرد مسلمانی واقعی قطعا نمیزیده. الله متعال ما را به این خاطر پیدا نکرده. بیشتر شیخ صاحب گفتم باید چی شده؟ گفت بله که انسان هست لقد خلقنا الانسان فی کبد. الله متعال این مشقت ما را پیدا کرده. ما واقعا از الله متعال استقامت و صبر براتون میخوایم که در این کار شما یک آواز توحید بلند کردید، جوانات گردتون جمع شد. مثل این روزگار اول ماست، چون قرآن در دست ماست. الله متعال سخنایی را که از انبیاء سابقه علیهم السلام برای ما نقل میکنه، برای از این نقل نمیکنه که ما را خو نبره، صاف ما پیر شود. او را به این خاطر نقل میکنه که برای ما درس میده. آیتی را که خواندم الله متعال میگه و کأی من نبی، بسیار از انبیاء علیهم السلام قاتل معه ربیون کثیر، و همراهی پیغمبران اشخاص همرکاب امی انبیاء علیهم السلام بودن در جهاد و مبارزه، کسانی را که خود تربیت کرده بودند، خود یا را تعلیم داده بودند، اما به همراهیشان مبارزه را شروع و ادامه داده بودند. تو چی شده؟ حالات اون مردم چی رقم بود؟ آیا محض مبارزه را که شروع کردن گلا در گردنشان انداخته شده؟ نه، اینطور نشده. حالاتی از وار الله متعال برای ما قصه میکنه، بیان میکنه. اون مردم کدام مردم بودن؟ مردمی بودن فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله. زمانی که انسان قدم در راه الله متعال میمانه، ولو که هر قدر سختی بیایه باز شیرینه، باز لذت کنه. ما چیستیم؟ جان ما چیست؟ مال ما چیست؟ آبروی ما چیست؟ الله را بشناسیم. الله کدام ذات و دینش چی قدر قیمت داره. کاش که الله متعال همین عمر ناچیزی ما را، جان ناچیزی ما را، مال ناچیزی ما را، وقت ناچیزی ما را و آبروی ناچیزی ما را فقط به قربانی دین خود قبول. و من خو میگم که جوانای دعوتگر ما همیشه انتظار اینمی گپا را داره حتمی که ما آغاز کردیم اینمی دعوت و ما آرام نمی نشونم و ما حتما از هر طرف سرم خیل میشم. حتی در سرحد میرسم که اقارب و دوستان هم شاید سلام از سرم ترک کنم و تهدید شام که مرده در قبرستان نمیکنم و تهدید شام پدر بگوید که در خانه تو دیگه حق نداری، عاق هستی، و مادر بگوید که شیر برات نبخشیده، دوست و قوم بگوید که ما تو دیگه تعلقی نداریم، تو امورای پیش میبری. دون امون موضوعات است که هر کسی مخلصانه در راه دعوت قدم بگذاره دیگه پا برش پیش میبری است و این ما باید سری خود لازم بدانیم. حتمی هست الله متعال امو حالات همراه های انبیاء علیهم السلام برای ما بیان میکنه که در راه الله چیزی که برش رسیده فما وهنوا، سست نشدن که همت از دست داده باشد، اینطور فکر کرده باشه که دیگه ما پاشان شدیم. به این شکی نیست. آدم دعوتگر و آدمی که برای نشر اشاعت عقیده قرآن و حدیث مبارزه میکنه این یاد داشته باشه، این آرام نمیشه و آرام نمیمانه، نمیگذاره شد. شما عزیزای امروز اینجا هستید، خود یادتان باشه به الله قسم در هر گوشه دنیا که کدام حرکت شروع است این را بفهمید. به الله قسم به خاطر محو نشر اشاعت عقیده قرآن و حدیث نمیگذاره مراکز قرآن و حدیث رونق پیدا بکنه، زیاد شوه، شایع شوه و مردم بیدار شوه و اسلامی را میخوان. تبلیغی هم برادر تبلیغی ما اسلام هست، مسواک در جیبش هست، بگه ریش ماشاءالله سیسته عطر زدگیسته، لیکن در پنتاگون و در گونتانامو هم میره تبلیغ میکنه. هیچ حراسی دنیای کفر نداره. دنیای کفر که راست داره از کدام کس داره؟ کسی که قرآن را در دست میگیره و کسی که کتاب الله را در دست میگیره او را آرام نمیگذاره. او دشمن و دوست فرق کرده میکنه که کی دشمن است و کی دوست است. از همون خاطر اینمی
جنگاره که شما میبینی فقط و فقط دسیسه هایی است که برای محو کردن مراکز قرآن و سنت است. جایی که مرکز قرآن و سنت است از بین بره، یا ایستکی متقاعد شود، بشینه دست برداره از اینکه اعلان جهاد بکنه و بگویه که جهاد هم یک فریضه الله متعال است، یا از این خراب بشینه بگویه که ما ضرورت به جهادا نداریم، جنگا نداریم، صلح میکنیم، میشینیم. اینمی قسم اینی تو اگر کردی آرام آرام است. اگر نه که گفتی که نه، جهاد تا روز قیامت ادامه داره، این مبارزه وظیفه اصلی مسلمان است، ماندنی نیست. این ما باید بدانیم. والحمدلله شکر الله متعال بکشید که در این راه قدم ما و شما برداشتیم. امتیاز ما چی است؟ ما چی امتیاز داریم؟ امتیازی ما نیست که به خاطر الله کسی تو رو سلام نندازد. به خاطر الله ما شیخ سے پنفیر الله مغفرت نصیب کنه برش، جنتا برش بده، میگه به این دو گاڑی را استاد کرد، لیکن برای شیخ پنفیر استاد نه. این دو را برداشت، این را نبرداشت. من میگم که بهترین ساعت برای شیخ سے امو ساعت، بهترین ساعت امو ساعت. از این خاطر ما به خاطر از اینکه اینجا دوستان ما ناامید نشوند، مایوس نشوند، شما باور به الله متعال بکنید که ما را دشمن نمیگذاره که منسجم شد. این یاد داشته باشید. موانع ایجاد میشه، مزاحمات ایجاد میشه، ما یقین به الله بکنید که دوستی ما به خاطر رضای الله است، ولو که در هر نقطه یک برادر مسلمان ما باشه، اگر در تکلیف باشه، اگر اینطوری احساس نداشته باشیم که مسلمان هستیم، مسلمانی خمیر بگه. خب باز هم به خاطر امی تکمیل آیت قرآن کریم که الله متعال میگه و ما ضعف، این مردم ها ضعیف نشدن که خود ناتوان احساس کرده باشه در مقابل کفار بگویه که دیگه از ما خلاص است برادر، بیای تسلیم شده. نه، مؤمن تسلیم نمیشه و دنیا به الله قسم درک کرده. این یاد داشته باشه. دنیا درک کرده، دنیا شناخته که ما مجاهد و مؤمن واقعی را هر قدر فشار بیاریم ایره در زیر اسارت خود آورده. ایره بفهمی که دنیا هم ایره فهمید. الله متعال میگه و مستکان تسلیم هم نشدن برای دشمن که گفته باشه که ما دیگر حتتان سر کاری نداریم. الله متعال در آخر چی میگه؟ برای ما نمیگه که بلدینگ ها براتان میدم، حکومت براتان میدم، اینطوری میگه. نه، فقط اینمی معاملات ما صابر هستیم. چیز که استقامت اختیار کردیم. او الله یحب الصابرین. الله که تو را دوست داشته باشه، پرواز کی نداری، کمی کی نداری، محبت الله که امر آدم باشه، بس هیچ نیازی به کسی نداری. بس وقتی که الله تو را دوست داشت، ولو که هر رقم میشی شوی، الله تو را دوست داشت. ما کلی حرکتی موقع دوست داریم. خوش بایستم که الحمدلله به این دیار شما فضل الله سبحانه و تعالی خصوصا طبقه جواد محبت داره، با دین محبت داره، با دعوت محبت داره، با جهاد محبت داره، با مبارزه محبت داره و هیچ جایی که احساس نکنی که دوستای ما که در کابل هستن یا در جای دیگه هستن. الحمدلله یکی از جمله مزایای حرکت سلفی، البته سلفی گروه نیست، این ما اولی واضح براتون بگم، سلفیت نام یک طایفه و گروه نیست. سلفیت کسی که مطابق منهج سلف ما حرکت میکنه، نامش هر چی که باشه. اینمی حرکت تا این حال الحمدلله در افغانستان دو شاخ پیدا نکرد. یک نظر و فکر است. اگر در واخان بدخشان است، اگر در سری چی سبب بامیان است، اگر در اون طرف هلمند، کلگی الحمدلله یک ذهنیت داره، یک مفکوره داره و کلگی تلاش میکنه الله در هر جای کامیاب کنه. ما یقین داریم اگر ما بریم الله متعال دیگه مردم پیدا میکنه. همین سنگر وا پر میکنه. لیکن ما از الله متعال فقط با عاجزی سوال میکنیم که الله ما را از سنگر دور نکن، از مبارزه دور نکن، از دعوت دور نکن. اگر مرگم سر ما میاد به این حالت و خوش داریم که به این حالت بریم. وی گپ است. منظور ما چی است؟ پیام مثل که روحانی صاحب بر ما گفت که اینطور حالت ها واقعا آمده، لیکن ان شاء الله نتیجه کارتان هدر نده، ثمره داره و ثمرش خودتان احساس میکنید، درک میکنید. امروز نه صبا نه دیگه صبا. ما میگیم قدمی که به خاطر رضای الله در ویرانم
برداشته شود یقین به الله بکنی بی ثمر باقی نماند. این را یاد بکنید، یقین داشته باشید که الله متعال نتیجه حتما مرتب میکنه و مرتب کرده. دیگه ما بسیار خوش هستیم امروز این ساعت ما الحمدلله، نه به خاطر حاجت سلفی صاحب که توتخوری ما فقط یک مجلس دعوتی بود الحمدلله. و می خاطر ما نیروی خدا، انرژی خدا، قوت خدا در راه دعوت مصرف کنیم به خاطر رضای الله. و این نشینیم که فلانی از ما کده عالمتر است، از ما کده خوبتر است، او چرا نمیکنه؟ از یک وقتی گپا را پشتش نگرده که فلانی خان نمیکنه من چطور بکنم؟ امی خودت که هر قدر توان داری 4 نفر شاگرد در گرد جمع کن، فقط 2 روز عقیده برش درس بگو برش بده، خلاص به خاطر رضا الله نتیجه شمیل بینی انشاءالله. این حرکت است. اگر کدام ما امی احساس داشته باشیم که به اندازه توان خود ما حرکت بکنیم، دنیا آباد است. تو در جای خود، ما در جای خودی، در جای خود. اگر بشینیم انتظار که فلانی مولوی صاحب چی میکنه، فلانی مولوی، پشت این انتظارا نگرده. حالی عصری و زمان از بین رفته که ما بگیم انتظار بکشیم که فلانی چی میکنه. ما مطابق توان خود حرکت شروع میکنیم، بعد از او الله حرکات ما را بی نتیجه نمیگذاره. شاید یک روزی باشه که ملت با هم چی باشه، منسجم باشه و یک آواز بده و یک حکمت الله را بخواهد. من در این روزا گفتم که دستاربندی بود در مورد فضیلت قرآن کریم بیان میشد نخستم. ما قرآن کریم حق شفیره کردیم. اول ایمان به قرآن کریم است. ما ایمان به قرآن داریم. یکی از جمله چیزایی که ما ایمان داریم است که هر حکمی که الله در قرآن روان کرده او چی است؟ بگه حق است، عدل است، درست است. تا آنی را این تمام احکام و حدود ما معطل است. یک غریزه خالی را کنید، یک غریزه خالی من حیث وکیل، من حیث وزیر، من حیث ملک، من حیث مولوی، من حیث استاذ پانتون، من حیث استاذ مکتب، یک ورق که اینی مطالبه امی مردم است پیش کردیم. ما چرا میزنیم؟ چرا دعوا میکنیم؟ خود ما تسلیم هستیم. آن چیزی که هر قاعده و قانونی که ما میگذاره اول تطبیق کنندش کیست؟ ماست. ما سری خود تطبیق کرده میشیم. یک روز ما رای مخالفت در پیش نگرفتیم. وکیل خود الله اقل امو قومی خدا یک روز در خانش درش سفید داخل نشدیم که وقتی تو را خود پارلمان ما روان کردیم. این همی گپ اونجا شروع است، در اوسی اونجا شروع است، در نصرانیت دعوت شروع است. تو یک آوازی تا بلند کردی همین قدر مطالبه نکردیم. خیر مایوس نیستیم. الحمدلله جوانای ما کلش کار میکنن، الله در عمرشان برکت کرده. علمای ما الحمدلله از او سابق کرده 100 درجه در حالت چی است؟ حرکت است. یعنی من یقین دارم که دوستای ما آنقدر حرص داره، آنقدر دلی از جای است که در یک روز کل کابوسا ما وارد شود. این دیگه یک کمی وقت کار داره. صحیح؟ این مرحله کار داره. خب بله، خوشا به حال او کسی که در این میدان قدم بگذاره و شامل این لیست شود، که در این لیست خود شامل بکنه. الله متعال توفیق نصیب بکنه. وقت زیاد گرفتم، اگر که مناسب نبود که قدر گپا را بزنم، صرف به خاطر تقویت شجاعت شما، قوت‌های شما همین قدر گپا را گفتم. انشاءالله الله متعال به ثمر این محنت‌هایتان نمیگذاره، نتیجه را مرتب میکنه. و ما ذلک علی الله بعزیز. این سری الله سخت نیست، الله میکنه. الله متعال همه ما را توفیق خدمت دینش نصیب کنه. همون قسمی که الله خوش میشه. الله اسمش ما را بگیره. يا نور الوجود وعنادي يا اتهام يا معدن